اینجا یک شهر ساخته میشه. در کل شهرک 2722 جریب زمین است که در دو 2720. قسمت تقسیم شده، قسمت A و قسمت B. اینجا امرش مشخصش تا چند بله منزل؟ مشخص است. مثلا بلند منزلش مشخص است که این بلند منزلش دو تیپ از 5 تا 6 منزل اجازه میده، از بالا اجازه نمیده. و دویم دیگه سایر روشش تا 3 منزله. اما امکاناتی که در فاز اول است، در فاز 3 و فاز 4 هم همچنان امکانات مد نظر گرفته شده. ماشاءالله. به نام یاد خدا، با عرض سلام وطندارای عزیز، بینندای خوبه که معمولا از طریق تلویزیون آریانا و یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارشات ما را بیننده هستن. همه شما نازنینا را بازم خوش آمدید میگم به یکی دیگری از گزارشات ما. این گزارش ما متفاوت تر از دیگر گزارش ها هست. اینجا جای نامدیم که مثلا کدام خانه جور شود یا کدام بلند منزل ساخته میشه. اینجا یک شهر ساخته میشه، یک شهر بسیار بزرگ. در اونجا متوجه هستین دیگه حتما شهر نو. بسیار یک شهر بزرگ است که تا با مؤخرا کار همیال هم جریان داره رویش و انجینر صاحبا شرکت هایی که اجاره گرفتن به همکاری دولت این ساحه ساخته میشن. اصلا دقیقا من نمیدونم من در کدام موقعیت شهر مزار شریف در کدام موقعیتش هستم. من چرته یو در چرای چه پونم ده چهارراه میدان دیگه. البته این وطندار ما میگه گفت چهارراه میدان هست. این چهارراه میدان است، یک راهش مستقیم مثل که سمت قندار اگر برین عینو مینه از خود می رقم یک دروازه داره که داخل بلاکای عینو مینه داخل آپارتمان‌های عینو مینه میرین. این هم یک مسیر داره از خود. بر صورت یک مصرف بسیار گزافی را در اینجا میکنن که یک سرمایه گذاری فوق العاده. از این طرف آخر نقطه از این فهمیده نمیشه. حدوداً گفتن 27 کیلومتر گفت یا 29 کیلومتر از این ابتدایش تا مؤخره را که مکمل چهار اطرافش بلاک‌ها و ساختمان‌ها ساخته میشه و از همین دروازه مستقیم به طرف داخل میریم. به هر صورت شما بیاین همراه من. همش ساخت و سازه که میبینیم دل آدم اگر رقم تر و تازه میشه. خوش آدم میاینمی هر گوشه ایش که بری. خب خیر، اینی دروازهش به نظرم دو دروازه‌ای که داخل وقت ورودی و قسمتش دروازه است که مبراین. بر صورت بین امرای ما بیاین. السلام علیکم. انجینر صاحب مصروف هستن؟ السلام علیکم. چی حال؟ چی احوال؟ بخیر هستین؟ صحتمند؟ اینی طرف بیاین. خیر و خیریتیست انشالله؟ بخیر هستین؟ انجینر صاحب کسی است که قرار است امروز با ما یک جا مهمان خانه شما هست و قرار است اینمی شهر را مکمل بر ما تعریف بکنم. من در ابتدا بر شما گفتم این کدام ساختمان نی، کدام حویلی نی، بلکه به این بزرگی که دیدم میشه از ابتدایش یک شهر بسیار بزرگ ساخته میشه. شاید تا 5 سال تا 10 سال دیگه شما که در اینجا بیاین یک فضای دیگه در اینجا باشه. انجینر صاحب نام مبارکتون؟ نام جمال الدین است، تخلص من مرزایی. مرزایی صاحب، انجینر صاحب عزیز، بر ما کم معلومات بتین از این پروژه چی قصه داره اینجا؟ شهر نو مزار شریف که است، این قبلا چی شده بود، نقشه منظور شده بود در زمان سال 72 1372 از طرف چی بخشای دولتی زربط و برای فعلا در زمان امارت اسلامی هم منظوری خود گرفته. یک شهر است که از هر نگاه یک شهر مدرن و همین تمام مسائل رفاهی که برای یک زندگی خوب و بهتر ضرورت است اینجا در نظر گرفته است. یک شهر که
چی است دیگه نظر آغاز کار چه زمانی شروع کردین تا اینکه انجینر صاحبا یا شرکت هایی که قرار است امروز شما کار بکنه چه زمانی کار شروع کردن؟ تقریبا 1 سال میشه که پروژه شهر نو مزار شریف کار خود رسما آغاز کرده. کار ساخت و ساز و تطبیق نقشه و بخش زیربناییش 1 سال میشه که ادامه داره. ما کیلومتر 29 کیلومتر گفتم، اشتباه نکردیم یا شاید کمتون با تا بالا شده باشه. چی شده 29 کیلومتر؟ از امی ما گفتم تا آخر امی 2700 متر است. 2700 متر بله. تا به آخره. آخر طول داره بله. و در کل این خود شهرک باز؟ در کل شهرک 2722 جریب زمین است. 2700 دو قسمت تقسیم شده، قسمت A و قسمت B. خب بازار قسمتش نظر با چی خود در فازهای مختلف تقسیم شده که تقریبا 4 فاز داره. پروژه چقدر کارش پیش رفته؟ پروژه هم بخش فروشات چه تقریبا 40% فروشات شده از مجموعاً. دیگه بخش کارهای زیربناییش تقریبا 70% کار زیربنایی، بخش برق و آب و بخش اسنادش کلا تکمیل از ادارات زیربط. فقط همین کار عملیش تقریبا 70% پیش رفته است که 4 الی 5 ماه دیگه بخیر کار عملیش به برآورد برسه. از فروشات گفتین، یعنی اینجا من هم میتونم به خودم یک زمین بخرم و بتونم یک ساختمان بالا کنم؟ بله برادر، هیچ مشکل نیست. یعنی هر کس است، هر کس میتونه. بله هر کس میتونه. خب یعنی گفتین 40% فروشات هم شده. بله. معمولا تجارت سهم گرفتن داری پروژه؟ تجارای ملی ما زیادتر تجارای همو کسایی که تجار نامدار است و زیادتر در بخش تجارت کار میکنه، تانگیتل داره، ایمان کلش در شهر زمین خریداری کرد. سهم خود دارن. چند سال بعد بخیر ما بیایم که نمیجا تو گل و گلزار دکان باشه و اسکریم خانه و شیک خانه و هتل و از امی اول تا با آخرش قدم بزنی کیف کنیم. انشالله که نظر به می پیشرفتی که فعلا وجود داره به می قسم ادامه 1 سال یا 2 سال دیگه بخیر به همون آرزویی که داریم میرسیم. من که فکر میکنم سمت قندار ما رفته بودم عینو مینه. زمانی که به داخل عینو مینه داخل میشیم به این شکلی دروازه داره. این چند دروازه به طرف داره؟ این 3 دروازه داره. 3 دروازه. یکی دروازه عمومی است، یک دروازه دیگه داره در قسمت پیش چیز مدرسه است، یک دروازه دیگه داره در جوار پانتون است. 3 مدرسه، 3 تا یعنی 3 دروازه داره. عین عینومینه وریز دیگه. پس توست. به هر صورت ما بریم پیشتر. یکی از چهار انجینر صاحب بر ما قبل از اینکه ما برنامه رو شروع کنم گفتن مدرسه هم اینجا ساخته شده که به همکاری کشور همسایه ما ازبکستان هست. هزینه از اون مدرسه را مکمل از طرف کشور ازبکستان دیگه تمویل میشه. که هم در 3 فاز است، فاز اول، فاز 2، فاز 3، در 3 فاز کار میشه. چند شرکتی کار پیش میبرن؟ کاری او را در کل کار این مدرسه شما که ما امروز اینجا بعد صحبت ها رو داشتم گفتم تا 2 سال دیگه ان شاء الله که یک فضای دیگه در اینجا میده شود. یعنی چند شرکتی پروژه رو مکمل پیش میبرن؟ پروژه را اصلا یک شرکت است، همین شرکت ساختمانی و انجینری فرینلاین است که کل کارهای زیربناییش را خودش انجام میده به همکاری دولت. به همکاری دولت. سهم دولت هم هست. سهم دولت فقط در قسمت پروسس اسناد است، دیگه کارش کلا همین شرکت نظر به تفاهمی که با زمیندار کرده شهرک تقریبا نیمه خصوصی است. قیمت های از این شهرک نسبت به دیگر جایایی که بخواین کسی خانه بگیره یا یک زمین بگیره تفاوت داره؟ نسبت به دیگر جای تفاوت داره. مثال این نظر در فاز خود نظر در موقعیتی که زمین قرار داره قیمت ها فرق میکنه. قیمت ها فرق میکنه. اینجا دیگه قیمت های طلایی است. دیگه در شهر مزار شریف همچون جای دیگه بهترین موقعیت است که نیست برای فعلا. به هر صورت شما یک چند تصویر داشته باشین. من این فضا رو از همون طرف شما تعریف کردم. من نمیدونم تا با آخر از این حالمون کارو جریان داره، بعضی کارهای ساخت و ساز جریان داره که شما رو به تصویر داشته باشین. ما شما باز هستیم. بیننده عزیز، همینجایی که من ایستاد هستم دیگه سرک است که مکمل سنگفرش میشه. تا
قسمت های آخره. بله. یک چیزی دیگه که انجینر صاحب ما در ابتدا گفتم 29 کیلومتر از زبان انجینر صاحب که اشتباه نشه 32 کیلومتر مکمل سرکای از این شهر. بله بله مکمل سرکای. اینم بله بله. بله. خب ایناله ای کل سرکاش به می شکل سنگ فرش میشه؟ کلش سرکاش سنگ مثلا به فرش. بلاک‌ها را میره بله. و دیگه مکمل اینمی سنگ مکمل فرش است. سنگ فرش است. بله. این سنگ فرش که است از نگاه کیفیت و از نگاه مدت امی استقامتش نظر به زمان از قرقه بالاست و یک تقریباتش. چقدر کارش پیش رفته این سنگ فرش رو؟ سنگ فرش کار تولیدیش تقریبا 60% پیش رفته اما کار صاحبیش هم دم قسم چیا قرار گرفته صاحبیش. اینا یک چیز دیگه ای من اون نموز یک اشاره رساندم بر شما گفتم من که میخوایم اینجا زمین بخرم نیت دارم در آینده اینجا یک دانه خانه جور بکنم. اگه خانه ما گلی باشه نمیده یک شهر که به زیبایی خانه بسیار باید عصری و مفشن‌تر باشه. اگه خانه ما گلی باشه اقتصاد ضعیف‌تر داشته باشه امکاناتش هست که جور بکنیم یا این فقط کسایی که نه اینجا قسمی هست که مثال این باید پخته چی شوه کارش پخته از چی پخته کاری شوه امروز گیل کار کردن نمیمونه. پروسیجر کاری هم شرکت است در کل همه ساختمان بله، باید کلش پخته باشه. آها این یک از گپای شد. بر صورت اوید کسایی که شوق خرید زمین دارن یا میخوان یک خانه از خودشان داشته باشن و به مو تب دلشان بسازن امیره چند منزل اینجا میتونن بلند بکنن؟ که بلند منزلش نظر دمی شما میفهمین که یعنی یک بلند منزل کابود میشه پروسیجر کارش باید ویزیش شوروالی ویزا کنه و یا هر کدام سوی ساختش مشخص است. مثال بلند منزلای اطراف 40 متر تجارتی است میتونه چند دو تیپ داره. تیپ 6 منزل داره، تیپ 5 منزل داره. باز لب سرک کریمونیش تا 20 منزل هم ویزا میشه. ما یک برنامه داشتم روی املاک بود، روی یک خانه یا یک حویلی که صحبت میکردیم. مثلا همون انجینر صاحب میگفت که ما امر از زیر تا 4 منزل را داریم، یعنی یک نفر میتونه تو 4 منزلی نمیشه خانه بنا کنه. ممکن خانه 1 منزل بوده، ممکن 2 منزل بوده. اینجا امرش مشخصش تا چند منزل مشخص است. مثلا بلند منزلش مشخص است که این بلند منزلش دو تیپ از 5 تا 6 منزل اجازه میده، از بالا اجازه نمیده و دویم دیگه سایر روشش تا 3 منزل اجازه داره. اورم ام قسمی طراحی شده شرک امی سرکشی و دیزاین قسمی شده که یک بلند منزل به هیچ وجه باید همسایه تهدید نکنه، همسایه پشت سر زمینای روشی رت بخش. بله. یک تصویر است من در داخل دفترشان دیدم، حتی مندوی را با مو زیبایی که دیزاین کرده بودن، با مو زیبایی که مندوی ساخته شده یاره کم از اروپا نیست. باز وطن ما شما باز بخصوص کم تک آبادی شده اوجا. او ویدیو را من از نزدیک باید ببینم. انجینر صاحب شما اینجا ببین اینجا من فکر میکنم صحبت ها همراه شما هم داشتیم در اونجا ما ویدیو رسایل داشتم. باز شما اگه اشاره هم کردیم که این پروژه همین شکل ادامه داره. این به اون شکل که بسازن زمانگیر نیست زیاد؟ خیر نه خب در دست مشترین که زمین خریداری میکنن در دست از واسه هیچ مشکل نیست. مقصد نی بخصوص مارکت های تجارتی که ساخته میشه، تجارای ما که سرمایه گذاری میکنن ان شاء الله دمی 1 سال قریب شما بسیار چیزای مثبت در شرک میبینید ان شاء الله. یعنی یک روز بخیر ما بیایم که اینی میشه تا نموجا را دلت شاید یک شیریخ نوشیجان بکنی، یک آیسکریم و یک شکر بزنی، یک فضای بسیار خاص باشه دیگه اینجا. حتما ما یک کاف شاپ هم در نظر گرفتیم قریب جور میشه بخیر. دما هست؟ بله دما هست. پیشترام امکاناتش هست. بله بله بله. خب بیننده‌های عزیز من زیاد پرحرفی نمی‌کنم. من همون نقشه‌ای که بیشتر اشاره هم کردم یک شکل گرافیکی ساختینش که من پرسان کردم گفت عین نمی نقشه که دی گرافیک شما می‌بینید عین همون نقشه اینجا تطبیق میشه. بله هم بخش 3D جور کردیم که ما این شکل هست. ما این شکل کردیم ساعت تطبیق میشه با اون شکل 3D شما مداش و دوم ما اموسه دروازه که گفت دروازه‌ای که 4 اطرافش که خالیگاه میمونه اونجا دیوار بلند میشه. بله یک شهرک بیخ مستقل. بیخ مستقل و هم نظر میگیره. از عمود 3 دروازه ورود و داخل شدن و بیرون شدن حق دارن دیگه از دیگه راه نداره. نه دیگه راه نداره. این هم خوب است. با امنیت عظیم خود می شهرک هم خوب است. بخصوص کسایی که اکثر تجارای ما هستن، سیاستمدارای ما هستن، ممکن یک سرمایه گذار هست اینجا که جای بگیره امنیت می باشه. تا گفتن با موتر بله کارتا داده میشم تا کارتا داده میشه. با حوزه 12 هم جای داریم، زمینای رزرفی هم با دولت داریم که اونا یک چیزی میخوان دولتی جور کنن. تا با حوزه 12 همینجا جای ما ان شاء الله قریب باشن تسلیم میکنن به قانون امنیت ما شاید دارم میگم ترجمه. در کل انجینر صاحب نگفتین چقدر کارگر فعلا به حال مصروف هست اینجا؟ تقریبا در کلی بخش‌ها تقریبا